اینجا هستن گل‌های تاثیر روزا الیاندروزا میباشد و کاکتوس که همین کاکتوسایی که برای نورای رنگینی شفا بخش هستند از یک کاکتوس ما زیاده از 10 نمود آن را پرورش میکنیم. در اینجا با یکی از گل‌های شفا بخش است که علایه از همون علایه محلول تیار میکنن برای معده، برای ریختن معده، برای آرایشی روی هر نمود استفاده برده میشود و در اینجا یکی از گل‌های بهترین که هسته گلی گران هم داره که از وی عطر تیار میکنن، خوشبوی هست که اگر یک چند برگ آن رو در آب اندازه ممکنه بگیریم در همون آب خیلی بوی نغز میگیرد. در اینجا هستن که ما یک چند نمود گل‌ها رو باشد پدرم از مسکو گرفته آورده بود که تا همون پرورش گل همی نازکه خچه داره ما و در چند نمودی موادی که خاک در پارو میدازیم چی میکنیم پرورش کردیم در آموختیم یک چند تای دیگرش خاک شد بگم چی نمیشه در این کسته نه این گل دول هم داره یک چند قطعی در پرورش کردیم در همه بود هوا ما مطابق شدنش نه قدرشته ایش پلمه است که زیاده همیش پلمه 5-6 توله هست